ورزش کیبری یک مفهوم جدید در تاجیکستان است. هرچند آن از دیر باز عرضی وجود دارد، به طور رسمی هوادارانش هنوز به هم سبقت نکرده بودند. زیاده از 600 تیم برای راه یافتن به قسم نهایی بازی‌های دوتا و فیفا 2017 مبارزه برده، 8 گروه آنها که شهرهای قرغانتپه، خوجند، کولاب و ریگر را نمایانده بودند، به فینال برآمدند. در قصر جوانان شهر دوشنبه دو تیم نکزد و کیپرز ابیس در فینال برای دریافت جام دوتا سبقت کردند که بچه‌های کیپرز ابیس جایزه 7000 سومانه را صاحب شدند. قهرمانی بازی فیفا 2017 نیز اعلان شد که 1500 سومانی جایزه داشت. شدم که در کشور ما ورزش کیبری رواج می‌یابد. ما امکان پیدا می‌کنیم که در سبقت‌های بین‌المللی اشتراک کنیم. جالب این بود که دختران نیز در این سبقت اشتراک فعال داشتند و از جنس‌های مقابل کم نمی‌آمدند. ناظران بازی نتیجه مسابقه را غیر چشم‌داشتی عنوان کردند و برگزار کننده آن مؤسسه دولتی مرکز جوانان اظهار نظر کرد که در آینده شمار این گونه سبقت‌ها را زیاد کرده می‌کوشد از نوع‌های بازی بیفزایند. حالا طلب این است که زمانوی باشد و ورزش کیبری مهارت استراتژی و دانش اصولی بچه‌ها را رواج می‌دهد. ما می‌خواهیم نسل به وای رسد که منطق را داند. کشور ما را در خارج از این نوع ورزش نماینده باشد. دوتا و فیفا 2017 از بازی‌های مشهور کامپیوتری هستند. کیها باز مسابقات بین المللی از روی آنها برگزار می شود و در مرکزهای بوکمکری پول می مانند. خزینه جایزه دوتا اینترنشنال 2017 در شهر سیاتل امریکا تا 20 میلیون دلار را گذشته است. عین زمان مقامات تاجیکستان چندین مراتبه علیه بازی‌های همگون اظهار نگرانی نموده رفتن جوانانی از 20 ساله پایین را به اینترنت کافه منع کردند.